با درود بر ملت ایران و درود به روان پاک همه جانباختگان در راه ایران زمین، به خصوص پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی که در فاجعه 57 بیشترین تلفات را متحمل شدند و جوانانی که در کف خیابانها خونشان برای آزادی ایران زمین از چنگ رژیم غاصب جمهوری اسلامی به روی خاک پاک میهن ریخته میشه. من ایمان انصاری هستم و برنامه تلویزیونی 692 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران را حضور شما تقدیم می‌کنم. ایران زمینمان همچنان گروگان مشتی تروریست اسلامی است و ملت ایران 46 سال است که خواب خوش به چشمش نیامده است. ناکارآمدی‌های این مشتی بی سواد بی عقل از یک سو، دشمنی آنها با ایران و ایرانی از سوی دیگر چنان زیر بناهای کشور را متزلزل و نابود کرده که امروز یک شهروند ایرانی از کوچکترین و ابتدایی ترین حقوق زندگی محروم مانده است. جوانان ایران قیام کردند. نسل جوان ایران چشمانشان را باز کردند و دیدند پدران و پدر بزرگانشان با حماقت بسیار کشور را به دست مشتی آخوند دوزاری سپردند که نتیجه‌ای بهتر و بیش از این هم در کشورداری از آنها انتظار نمی رفت. گل سرسبد خاورمیانه، استثناء پیشرفت اقتصادی در دنیا، استثناء پیروزی در زیرساخت سازی کشور، نهمین قدرت اقتصادی دنیا، امروز به روزی رسیده که میلیون‌ها ایرانی شرافتمند نان شب و آب پاکیزه و هوای مناسب برای تنفس ندارند. برای بررسی بحران‌های زیادی که بر سر ایران عزیز آوردند، از آقای دکتر ایرج امیری دعوت کرده ایم که میهمان ما باشند. آقای دکتر ایرج امیری استاد در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی در دانشگاه فنی برلین در آلمان، پژوهشگر در انستیتو خاروبار و تغذیه ایران، استاد و پژوهشگر در بیوشیمی و بیوتکنولوژی دانشگاه برلین آلمان، پژوهشگر در کانون ملی پژوهش‌های علمی فرانسه CNRS که معروف‌ترین مرکز علمی و پژوهشی در فرانسه است، استاد و پژوهشگر در رشته بیولوژی و ژنتیک مولکولی و فیزیولوژی تک‌یافته‌ای و دانشیار در دانشگاه لیموژ فرانسه. ایشون همچنان سرپرست فراورد مولکول‌های با ارزش بیولوژیکی، بنیانگذار و سرپرست آزمایشگاه الترژن در استراسبورگ فرانسه و البته عضو فعال جبهه هماهنگ مبارزان ایران هستند. جناب دکتر امیری، بسیار به این برنامه خوش آمدید. سپاسگزارم جناب دکتر انصاری. اجازه بدید من یک درود بفرستم به همه همیهنان نازنینم که ما رو میشنوند. باور بکنید خیلی خیلی خوشنودم که امروز با شما هستم و میتونم شاید صدا به همیهنانمون در درون مرز برم. من خیلی کوتاه ایرج امیری، یک شهروند ایرانم. سپاسگزارم در خدمتتون و گوش به شما. سپاسگزار از شما. برای ما هم افتخاری است که شما رو در این برنامه تلویزیونی، اولین باری است که این افتخار نصیبمون میشه که در برنامه جبهه هماهنگ شرکت می‌فرمایید. جناب امیری، شما نویسنده مقالات بسیاری هستید و در جبهه هماهنگ هم از اونها برای قسمت‌های آموزشی، تبلیغاتی و غیره استفاده میشه. جدیداً مقاله انتشار دادید به نام ایمنی خط تیره ناامیدی. میخواستم از شما پرسش بکنم که چرا این مقاله رو نوشتید و چه نتیجه‌ای میخواستید از نوشتن این مقاله بگیرید؟ چه نتیجه بگیرم؟ نتیجه اینه که ما به هوش باشیم و برای کشورمون گامی برداریم. من گمان میکنم الان ما در یک موقعیت خیلی خیلی حساس هستیم و باید همه دست به دست هم بدیم برای آزادی میهنمون. من میدونم در کشور ما بسیار کسانی هستن که دچار ناامیدی شدن یا دلسردی. میخوام بگم که این کاملا طبیعیه. از یک طرف آنچه در کشور میگذره امروز روی ما اثر میذاره، روی روان ما، و این یک روز دو روز نیست. الان 45-46 سال که ما تحت فشاریم. باید امیدوار باشیم. ما انتظار نداریم که واقعا همه ملت ایران، نمیدونم نزدیک 90 میلیون، یک روزه و به یک گونه رفتار کنن. هر خیزشی، هر انقلابی یک هسته مرکزی داره
کسانی که حاضرن آماده هستن یک هزینه پرداخت کنن و اون ریسکی که ممکنه باشه بپذیرن و این وظیفه اون دسته فعال یا کنشگران است که این امید را به دیگران هم بدن و راهنمایی کنن چه کار باید کرد. می‌دونید یکی از مشکلات ما مخالفین جمهوری ایرانی امروز اینه که دسترسی به مخاطبین خود نداریم، دسترسی به همیهنانمون که واقعا ایرانشون را دوست دارن و میخواهن از این فضای سخت و ناگوار ناجور بگذرن، دسترسی نداریم که بهشون این اطلاعات را بدیم، بهشون این امید را بدیم. نترسید، ایران سوریه نمیشه، ایران عراق نمیشه، ایران لیبی نمیشه، چون شهروندان ایران شهروندان لیبی، سوریه و یا عراق نیستن. ما یک ملتی داریم که به هم پیوستن، همه با هم هستن و یک چیز را میخوان. وقتی شعار میدن از زاهدان تا سنندج یا تا تهران جانم فدای ایران، یعنی ما واقعا همدیگر رو داریم. تنها چیزی که ما باید سعی کنیم بکوشیم به گوششون برسونیم، هم میهنان آینده روشنه. هرچند ایران ما الان دچار یک ناهنجاری یا سختی شده، ولی در داخل ایران ما آن توان را داریم، آن دانش را داریم و که کشورمون رو بازپس بگیریم و با هم بسازیم. باور بکنید برای این کار ما تمام ابزار کار را داریم. ابزار کار چیه؟ برنامه که خوشبختانه ایرانیان در درون مرز و در برون مرز الان نزدیک 40 سال، حداقل 40 ساله که برنامه میریزن، مینویسن، آماده میکنن. از نظر متخصصی ما هم در داخل کشور و در بیرون کشور متخصصینی داریم، کارشناسانی داریم که بعضی از اونها کشورهای بزرگ و شرکتهای بزرگ جهانی ها میگردونن و اینها یقینا به ایران باز خواهند گشت. برای هزینه بازسازی ایران خوشبختانه دولت شاهنشاهی ایران سرمایه زیادی برای ملت ایران در خارج گذاشته که ما به اونا دسترسی خواهیم داشت. خوشبختانه جمهوری اسلامی به بسیار از این اموال ملت ایران، پول ملت ایران که در خارج دسترسی نداشته و ما بعد از بازگشت به دوران پیش از جمهوری اسلامی به اندازه کافی سرمایه و پول داریم که کشور بازسازی کنیم. من امروز یه مرور میکردم، دیدم برای 5 سال نخست ما نزدیک 300 میلیارد دلار پول آماده داریم که میتونیم دسترسی داشته باشیم و از اون بهره بگیریم برای بازسازی کشورمون. من اینجا بحث میکنم، اگه پرسش دیگه هست در خدمتم. حتما. این 300 میلیاردی که فرمودید یعنی خوشبختانه به خاطر اینی که کشورهای خارجی بلوکه کردن این پولها رو نتونست بره در جیب آخوندها، هرچند که آقای اوباما چند سال پیش چند میلیاردش رو به صورت پول نقد در هواپیما گذاشت و برای جمهوری اسلامی ارسال کرد. جناب امیری، در این مقاله‌ای که شما نوشته بودید یک مقایسه فرمودید بین ایمنی و ناامیدی. اون رو هم میشه برای بینندگان ما توضیح بفرمایید که الان این ماجرای یعنی ایمنی کمی که در ایران هست این پایه ناامیدی است که گریبانگیر جوانها شده. اون رو بیشتر میشه باز بفرمایید برای بینندگان. با کمال میل. از اونجایی که من خودم یکم بیولوژی خود ژنتیک خوندم، یه خود روی این موضوع مطالعه کردم. ببینید در این که ما گاهی ناامید میشیم کاملا عادیه، از اون نترسید. شما یه روز صبح بلند میشید چون شب خوب نخوابیدید، اخلاقتون خوب نیست، نمیدونم نمیخواید یه کاری را بکنید، این گذراست. میگن دنده چپ پا شدید. دنده چپ بلند شدید. ببینید جمهوری اسلامی الان نزدیک 46 سال 47 ساله میخواد به ما بقبونه که ما کسی نیستیم، ما توانی نداریم. حتی میره تا اونجا که تا پیش از 1404 سال پیش
ایران اصلا فرهنگی نداشته نبوده. اونا سعی کردن شادی را از ما بگیرن، آزادی را از ما بگیرن. میدونید انسان یک جاندار هست که در جامعه زندگی میکنه، یعنی ما نیاز داریم به این ارتباط با همدیگه، با همدیگه بشینیم، با همدیگه پاشیم، با همدیگه بخونیم، شادی کنیم، سخن بگیم. و تمام اینها رو از ما گرفته. به جای اون بهمون کمبود آب داده، کمبود نان، کمبود دارو، کمبود برق و همه کمبودها. و به گفته اون آقایون که خودشونا روانی، ببخشید، روحانی میخونن، اسلام یا به ویژه شیعه مذهب غمه. اونا نیاز دارن به قصه و به غم تا زنده بمونن. چرا ما ناامید میشیم؟ ببینید، من چند تا مثال خیلی مردمی براتون بیارم. ما امروز میریم توی باغ، سیب‌ها هنوز خوب نرسیدن، یه چند تا سیب میخوریم، دلمون درد میگیره، میافتیم روی تخت یکم بیا آرامش بگیریم تا دلمون خوب بشه. ولی شوربختن اون تخت در آفتابه، مقدار تابش خورشید به سرمون میخوره، سرمون هم درد میگیره. اینها فاکتورهای بیرونی هم خیلی ساده که وارد بدن ما شدن، یکی از طریق خوراک، یکی از طریق احساس، اون اطلاعاتی که ما از محیطمون پیرامونمون میگیریم. اینه که اخلاقمون بده، نمیدونم، ناراحتیم. در همین موقع یکی از دوستان خوبمون زنگ میزنه، میاد توی باغ و یه خبر خوب بهمون میده، ما همه رو فراموش میکنیم، شاد میشیم، شکم دردمون یادمون میره، دل دردمون هم یادمون میره. شاید بعد به این ببینیم که تمام فعل و انفعالایی که در بدن هر جاندار به ویژه انسان میگذره، این یک پرسش و پاسخ بین تن و روان ما، یعنی مغز ماست که تصمیم میگیره ما چگونه رفتار بکنیم. من الان اگه بهتون بگم که لواشک آلو دوست دارید؟ مسلما دهنم شروع کرد به ترشح. ببینید الان بزاق ما شروع میکنه به ترشح کردن. الان اینجا نه لواشکی هست نه وقتش هست بگیریم، ولی همون خبری که اومده در ما یه حالت دیگه ایجاد کرده و این هورمون هایی که در مغز ما ترشح میکنه شادی را میاره، غم را میاره، خشم را میاره و دیگران، بستگی داره به آنچه که ما از بیرون دریافت میکنیم. اگر از صبح بلند بشیم همش بگن امروز خرابه، امروز نون نیست، باز برق نیست، باز آب نیست، بچه‌هاتون نرن بیرون ممکنه آسیبی بهشون برسه، یقینا ما اونطور فکر نمی کنیم که صبح بلند شیم یه صبحونه خوب بخوریم، با دوستان با فامیل دور هم بشینیم صحبت بکنیم. و کاری که ما کنشگران باید بکنیم یا آنهایی که در جامعه ایران با مردم در تماسن، اینه که این امید را به مردم بدیم، این امید را بدیم که آنچه که جمهوری اسلامی به سر شما میاره طبیعی نیست واقعا، و اونها از همین استفاده میکنن که روی شما اثر بذارن، شما را خاموش کنن، از اون فعالیت که باید بکنید باز دارن. تا اونجایی که ممکنه برید تو خونه، حتی دیگه نمیدونم تو خیابون هم نیایید، توی پارک نرید و هیچ امکان شادی، امکان اینکه آدم شکوفا بشه در ایران نیست. اگر نیاز بود باز بیشتر در این باره سخن میگم. بله، خصوصا درباره افسردگی که گفتید، مثلا کمبود بسیاری از ویتامین ها، از جمله شما که خودتون وارد هستید، نوعهای ویتامین ب بسیار بسیار باعث افسردگی میشه. و حالا این نموداری رو هم که خودتون در مقاله گذاشته بودید الان روی صفحه میگذارم، میشه همین رو یک ذره بیشتر برای دوستان توضیح بدید؟ این خیلی ساده، من واقعا سعی کردم نشون بدم زندگی اصلا چی هست. زندگی که در وسط میبینید روی 3 پایه بنیانگذاری شده، یکی تن یا جسم اگه میخواید، یکی جان. جان همون احساسیه که ما از داخل بیرون میگیریم، حواس 5گانه، و در برابر این ما یک روان داریم، اون چیزی که از خودمون بیرون میدیم، حرفی که میزنیم،
کنشی که داریم و اون خوراک فقط برای اینه که بدن خودسازی بکنه و انرژی داشته باشه برای کارهای دیگه. آن چیزی که در اینجا خیلی مهمه اخبار بیرونه. این اخبار بیرون رو ما از طریق چشم، گوش، پوست و دیگه میگیریم. اینا رو در داخل بدنمون حلاجی میکنیم، به همدیگه میآمیزیم و در برابر اون یک واکنش انجام میدیم که اون واکنش میتونه نسبت به اون اخباری که از بیرون گرفتیم متفاوت باشه. ببینید شما وقتی که میرید بیرون یک حیوان درنده میبینید چه احساسی بهتون دست میده؟ ترس. این ممکنه به من حمله کنه. این یک هورمونی ترشح میشه و شما میگه اینجا خطره. در برابر خطر مثلا حالا شما چیکار میتونید بکنید؟ یکی اینکه فرار کنید که باز اون یک هورمون، دقیقا همه هورمون نگیم، اینا مولکولهای بیولوژیکی هستن که خبر را از یک نقطه بدن به نقطه دیگه بدن میبرن و اون هورمونه که به شما میگه فرار کن. گاهی وقتا یک خبر دیگه نه اینجا مقاومت کن، تو میتونی بر اون فائق بشی. جای دیگه هم هست که یخزدگیه. الان کاری که جمهوری اسلامی روی شهروندان ایران میکنه همین سعیش بر اینه که یا فرار کنی یا مات بشی، یخزدگی، افسردگی. و اگر که ما به این منتظر اون حیوان درنده می بودیم از پیش، یقینا روان ما، جان ما، تن ما خودش را آماده میکرد و ما نمی ترسیدیم و از در مقابل اون می ایستادیم. ولی خب جمهوری اسلامی در عرض این 46 سال سعی کرده همیشه به هر طریقی که شده به ما بگوید تو ناتوانی، تو نمیتوانی، من زور دارم، من نمیزنم. میبینید الانم که دیگه در حال فروپاش که نه، جمهوری اسلامی واقعا فرو پاشیده در کف خیابونه، باید جمعش کنیم. باز هم میان نمیدونم رجزخوانی میکنن، ما 10 میلیون میکشیم، ما میزنیم واشنگتن را، میزنیم با موشک یا نیویورک را میزنیم. و در ضمن الان هم که مجددا چاپ شده، اخبار چاپ شده درباره اعدام ها، سال گذشته که نزدیک به 900 نفر رو اعدام کردن و در همین امسال هم رقم اعدامی به نزدیک 900 نفر رسید. خب بعد از خودمون بپرسیم چرا؟ اکثر اینها کسانی هستن که الان 7-10 سال اونجا، الان اینا رو گروگان گرفتن، در موقع لازم بیارن برای اینکه ما رو بترسونن، بگم ببینید ما قدرت داریم اعدام میکنیم. نه، قدرت اونا آنقدر نیست که خودشون هم دیگه باور ندارن به قدرتشون. میدونید اون سگی که میترسه بیشتر واق واق میکنه یا او میکنه و اینا الان اینقدر ترسیدن که حتی نمیتونن چطوری واق واق بکنن موقع او کردن. دوستان، این همین چند روز پیش یه رویداد خیلی بزرگ داشتیم در نپال. حتما دوستان میدونن یا دنبال کردن نپال چگونه مردم یک روز آمدن بیرون و تمام اون دولت ناکارآمد و ناخوبشون را برداشتن. ما هم اگر نمیخوایم هر روز و هر هفته، هر ماه، هر سال بچه هامون، همسایه هامون کشته بشن، باید واقعا یک روز این هزینه رو بدیم و اطمینان داشته باشید هزینه ای که امروز میدین خیلی خیلی کمتر از هزینه ای که در سال 1396 98 و 1401 دادیم. جمهوری اسلامی الان توان این را نداره که از سردمداران خودش نگهداری بکنه. الان هر روز یک چند تا از اون بزرگانشون از بین میرن بهشت، حالا به قول خودشون، و کار به جای رسیده که اون آخوند بزرگشون نمیدونم الان نزدیک 2 ماه شد که در سوراخ موشه. اطمینان داشته باشید آن چیزی که اونها سعی میکنن به شما نشان بدن
نیست. ببینید من به فرزندان ایران، به شهروندان ایران واقعا خیلی خوشبینم. من گمان نمی کنم بچه های محل من که همکلاسی من بودن با هم دیگه توی کوچه فوتبال بازی میکردیم یا نمیدونم والیبال بازی میکردیم به سوی من تیراندازی بکنم. اونها میدونند که شناخته شده هستند و همین ممکنه فردا برایشون مشکل ساز باشه. در سالهای پیش هم جمهوری اسلامی بیشتر میرفت مزدور و یا سرکوبگر از کشورهای دیگه میورد. حتما دوستان خوندن، فقط آقای حسن نصرالله از بین رفته، نمیدونم چه لقبی باید بشد، در یک مرحله 9000 تن سرکوبگر برامون فرستاد و اینها آمدن با آتش به اختیار فرزندان ما را کشتن، زدن، تجاوز کردن و خیلی چیزا. و از اینا ما زیاد داشتیم، از عراق میفرستادن، از سوریه و از لبنان به ویژه، حال تازگی ممکنه از چنان بیاد یمن. ولی خوشبختانه این کسانی که کمک جمهوری اسلامی میکردن امروز دیگه خودشون نیستن. آن چند نفری هم که ازشون باقی مونده اونا هم در چاله های پنهان شدن و اون توان را ندارن که بیان فرزندان ما، خواهران ما، برادران ما رو سرکوب کنن. اینه که جمهوری اسلامی واقعا امروز دست خالی، فقط یک دهن گشاد داره و وقت اونه که ما ایرانمون رو پس بگیریم و ایرانمون رو با هم بسازیم. بسیار سپاسگزار جناب امیر. اجازه بدید من برگردم به همین مقاله جالبی که درباره همین ایمنی و ناامیدی نوشته بودید. در همون به اصطلاح تصویری که نشون داده شد، من میتونم دوباره این رو نشون بدم برای بینندگان. خیلی واضح اینجا نشون داده شده که قسمت خوراکی که میکنن و دریافتی هایی که دارن به واکنش هم ارتباط مستقیم داره. آیا فکر میکنید این کمبود غذا و که در ایران ایجاد شده و جمهوری اسلامی ایجاد کرده به صورت به اصطلاح خودخواسته است برای اینکه در جامعه افسردگی به وجود بیاره و مردم رو ضعیفتر بکنه؟ یقینا، این یقینا. ببینید وقتی ما خوراک نداریم، نه تنها خودمون، توی خانواده میرید شما شب میرید خونه، بچه ها میگن پدر مادر شام چه داریم؟ متاسفم امروز هیچی نداریم یا فقط نان داریم که آن هم بنده کافی نیست برای همه. آن چیزی که اصلا زندگی را سر پا نگه میداره اول خوراکه. آنچه که روان ما را سر پا نگه میداره خوراکه. ببینید شما مثال لواشک رو باز بیاریم. اگه به جای لواشک یه شیشه عسل بود چه اثری داشت و اون لواشک، یا اگه کشک باشه چه اثری داره؟ یقینا خوراک اون پایه و اساس زندگی. وقتی خوراکمون خوب نباشه حالمون خوب نیست و روانمون هم خوب نیست. اینه که مشکل بزرگی که ما امروز داریم و یقینا این از هفته آینده و شاید از فردا مشکل تر میشه، همین خوراکه. ما الان به اندازه کافی خوراک نداریم. شما برید پیش نونوایی بخواید 4 تا نون بگیرید، میگه متاسفم نمیتونم، میتونم 2 تا بهت بدم. الان ما آب برای نوشیدن نداریم و یا آبی هم که داریم آلوده است به فاضلاب‌ها. دارو برای بچه هامون نداریم. از هفته دیگه زمانی که اون مکانیسم ماشه یعنی فعال شده اجرا بشه، تمام تحریم هایی که قبلا لغو شده بود باز برپا میشه. و اطمینان داشته باشید ما حتی امکان داره این دفعه از باتون و ساشمن نمیریم، از قحطی و گرسنگی بمیریم. امکان این هست که تمام اون بیماری هایی که ما در دوران جنگ اول جهانی داشتیم و سالها یعنی نزدیک 50 سال باش جنگیدیم تا اونا رو از کشورمون بیرون کنیم، باز بیاد.
وبا میتونه باز بیاد، سیل میتونه بیاد، طاعون بیاد، حتی شپش. امروز در ایران دیگه یعنی من الان نمیتونم، ولی 60 سال پیش که من اونجا بودم دیگه اصلا شپش نبود، در صورت که قبلا یه چیز عادی بود و شپش رو من بیرون در خارج از ایران دیدم، خودم ندیده بودم. همه اینا میتونه برگرده. ما میتونیم یک قحطی بزرگ داشته باشیم همونطور که در دوران جنگ اول جهانی داشتیم بین سالهای 1296 تا 98 گمان میکنم، که یک سوم از جمعیت اون موقع ایران از قحطی مردن، از قحطی و از بیماری هایی که با قحطی اومده بود. این ممکنه. من شنیدم که از چند روز الان جلوی مغازات صف بندی شده. افزوده بر این صف ممکنه از فردا پس فردا یا هفته دیگه همه چی کوپونی بشه. یعنی شما دیگه نخود و لوبیا هم که میخواید، قند و چای هم که میخواید، کوپونی بشه. آیا ما حاضریم باز به اون دوران برگردیم یا برسیم به این بله، خوراک یکی از فاکتورهایی که روی زندگی ما، روی روان ما اثر میذاره. و یکی دیگه گفتم اونه که ما از اخباری که ما از اطراف میگیریم. ما اخبار خوب متاسفانه نمیگیریم. آن چیزی که از طرف جمهوری اسلامی میاد همش میزنیم، میکشیم. ما میرویم امت اسلامی از کشورهای دیگه میاریم. این معلومه که به امید رو کدام از مردم میگیره، اون احساس آرامش از مردم میگیره و به جاش دلهوره، افسردگی و شوربختانه پناه بردن به مواد مخدر و حتی به خودکشی. من کاملا در این نمیخوام مقاله اینا هم رو شما اشاره فرموده بودید به چرا نرخ خودکشی امروز در ایران به خاطر افسردگی بالا رفته. بیشتر در این زمینه خواهش میکنم. میبخشین، اون بیشتر برای در گروه بود. میدونید یه چیزایی وقتی در جمع میگید تازه مردم یادش میفته که این هم ممکنه باشه. بله، افسردگی، التهاب مزمن، اونی که بهش میگن استرس، یکی از اثراتش هم میتونه خودکشی باشه. ممکنه ما خودمون نخواهیم، ولی در اثر همون افسردگی، در اثر اون التهاب داخلی که ما داریم، مغز ما یک پیغام آورهایی، یک خبرهایی در بدن منتشر میکنه، میفرسته که اون ممکنه حتی ما رو به سمت خودکشی ببره. همطور که میبینیم یکی خودکشی در خودکشی و یکیگر خشونت. خشونت و خشم هم یکی از آثار خوراک و اخباریه که ما میگیریم که از بیرون دریافت میکنیم و میبینیم که امروزه در ایران نرخ دیگرکشی هم خیلی بالا رفته. دو نفر با هم دعوا میکنن، خیلی ساده میتونه به نابودی یکیشون بره. در خانواده پدر به فرزند، مرد به زن و یا مادر به دیگران، اینها همه اثر اخباری که ما از بیرون میگیریم و خوراکی که از بیرون میگیریم. واقعا این دوتا خیلی مهمتره برای زندگی ما از آنچه که گمان میکنیم. ببینید، من فکر میکنم امروزه شادترین مردم جهان در کشور فنلاند زندگی میکنن. در کشور فنلاند زد و خورد نیست. من نمیدونم زندانبانای اونجا چی کار میکنن. ما باید برایشون یه مقداری گروگانگیر بفرستیم اونجا، شاید زندانبانای اونا صاحب کار بشن. من بر این باورم که ما این امکان را داریم که کشورمون رو باز بسازیم. ملت ایران، شهروندان ایران از کوچک و بزرگ این استحقاقات دارن باز شاد باشن. ببینید فرهنگ ما فرهنگ شادیه. جشنهای ما رو ببینید، اونایی که هنوز اجازه داریم برپا کنیم یا پنهانی در دههای کوچک، در شهرک‌های کوچک برپا میکنیم، همه لباسهای رنگی، رنگهای طبیعت، همه رقص و شادی و آوازخوانیه.
ما در فرهنگمون نگاه بکنیم، ما فرهنگ سوگواری فقط یه دونه سیاوشون داریم و دیگه هیچ. ما در هر ماه یک جشن بزرگ داریم که شوربختانه خیلی از اونها دیگه اجرا نمیشه و ما امیدواریم باز بتونیم خیلی زود، شاید هم برای سال آینده، به اون فرهنگ خودمون بازگردیم. ما ایرانی بسازیم که نه تنها مردم ایران، شهروندان ایران شاد و خوش باشند، آنها بتونن پیوندهای خوب با کشورهای همسایه داشته باشند. من گمان نمی کنم واقعا مردم ایران دشمنی با کشورهای همسایه و یا حتی کشورهای دوردست داشته باشند. من نمیدونم ما چرا باید هر جمعه دور هم جمع بشیم برای همه دنیا مرگ آرزو بکنیم. ما میتونیم برای همه شادی، صلح، آرامش آرزو بکنیم. همونطور که باور بفرمایید در خیلی از کلیساهای دنیا برای جهان آرامش آرزو میکنن و در خیلی از کنیسه های جهان برای ایرانیان آرزوی آرامش و آزادی میکنن. برای بعضیا هنوز کوروش بزرگ ما یک ناجی بزرگه و گمان میکنن اگر کوروش نبود آنها هم نبودن. ما میخواهیم باز با همه جهان، نه تنها با خودمون، با در و همسایه و کشورهای همسایه، بلکه با همه جهان در آرامش و صلح و به خوبی زندگی کنیم. ما امکان این را داریم. بازم تکرار میکنم، مردم ایران امکان این را داره از نظر مالی، از نظر فکری، دانش، که باز یک کشور بسازه همونی که بود. شما مثل اینکه گفتید نهمین کشور از نظر اقتصاد جهان و این امکان را ما هنوز داریم. کاملا همینطوره. جناب دکتر امیری، در مقاله دیگه‌ای که شما تهیه فرموده بودید درباره چالش‌های جامعه امروز و فردا صحبت کردید. اجازه بدید یک فیلم، یه ویدیوی خیلی کوتاه ببینیم و من پرسش رو درباره مقاله‌ای که شما ارسال فرمودید از شما پرسش کنم. کربلا تو ایرانه بابا، بیا سینه بزن واسه دخترایی که بی‌آبرو شدن، واسه بچه‌هایی که دارن از کشتگی میمیرن، واسه خانواده‌ای که بی‌خانمانن. ما فقط داریم کدوم آخونده ما الان تو ایران بیخونن مثل من زیری چادر زندگی میکنه؟ چرا صدای منو هیچ کس نمیشنوه؟ چرا فقط با یه نامه منو این برابر میکنن؟ چرا هیچ کس؟ چرا وقتی میگم میخوام برم صحبت کنم میگن میکشنه؟ مگه من کار هر چی میذارم که میخوام بکشنم؟ چون نیستن مردم، چون واقعا مردم خودشون یعنی هیچ کردن نمیخوام بفهمن. یعنی نمیدونم من دردم چیه. من 3 ماه تو چادر زندگی میکنم. اونا چرا مثل من نیستن؟ سرما و گرما رو نمیفهمن. وقتی بچه من بارون زیر پاش میره چرا اونا نمیفهمن؟ چرا ما پول هزینه جایی میکنیم که اصلا نمیدونیم کجا میره؟ ما گدامون زیاده، بدبختمون زیاده. بیاید ببینید. واقعا باعث خجالت است. وقتی آدم میبینه یک بانوی که فرزند نوزادش رو، یعنی با سن کم رو در بغل داره و زیر چادر زندگی میکنه و کوچکترین و کمترین پایه های احتیاجی زندگیش تامین نیست. شما، من پیش از این ویدیوی کوتاه هم گفتم این مقاله انتشار دادید درباره چالش های جامعه امروز و فردا و شاید باعث خجالت باشه که این چالش ها معمولی ترین و پایه‌ای ترین احتیاجات انسانی هستند. آب آشامیدنی، غذا، خوراک، هوای سالم، آموزش و پرورش و غیره. جناب دکتر امیری، در ایران جمهوری اسلامی در برابر این چالش ها کجا ایستاده؟ اگر امروز را بپرسید خیلی بد. متاسفانه ما از یکی از کشورهای خیلی پیشرفته جهان الان رسیدیم به، من نمیخوام نام کشور دیگری رو ببرم، ولی رسیدیم به ته خط. امروز اون کسانی که قرار بود برای ما آب را مجانی کنن، برق را مجانی کنن، نمیدونم ما خانه نخرید ما همه رو صاحب خانه میکنیم، ما شما را به
جایگاه مقام انسانیت انسان میرسانیم. میرسانیم، دیدیم به کجا رسیدیم. ما تنها چیزی که کم داشتیم همین کارتون خواب بود و گور خواب که اونها هم برامون آوردن از صدقه سر آقایی که ما عکسش را در ماه دیدیم. نخستین چالش ما امروز اینه که ایرانمون رو پس بگیریم. با همین یک ذره توانی که داریم، میدونم الان ما همه مشکل معیشت، مشکل نان داریم، مشکل آب داریم، مشکل خانه داریم، برای بچه های بیمارمون، برای پدر مادر بیمارمون مشکل دارو داریم. الان خیلی از داروهای تخصصی گیر نمیاد در داروخونه. من شنیدم خیلی از خانواده خود من باید نصف شهر رو بگردن داروخونه به داروخونه تا یک دارو رو گیر بیارن. اینها مشکلاتی هست که از صدقه سر جمهوری اسلامی داریم. چالش های امروز آب سالم نیست. از هر جا بپرسید در هر شهری آب سالم نیست. اون آبی هم که هست کافی نیست. می‌بینید وقتی شما در تابستان 2 ساعت 3 ساعت آبتون قطع میشه، اجازه ندارید دستوراتتون رو بشورید، اجازه ندارید نمیدونم یه دوش بگیرید، لباس بشورید، ظرفاتون رو بشورید. وقتی برق ندارید در گرمای 50 درجه بعضی از شهرها چطور میشه زندگی کرد؟ از خانه که دیگه سخن نگید. چرا؟ خانه ها خیلی عالی شدن. ما خانه های 4-5 هزار متری هم داریم، ولی خب فقط برای یه عده به خصوص. بقیه مردم عادی، شهروندان عادی همه دارن به طرف بیرون شهرها و حتی به طرف دهکدها باز میگردن، چون دیگه توان اون را ندارن که برای خودشون یک سکنا، یک اتاق تهیه کنن. اگر من خوب به خاطرم باشه، یک شهروند ایرانی معمولی، یک کارمند باید 174 سال کار بکنه، پس انداز کنه که بتونه صاحب خونه بشه. وقتی من اینو مقایسه میکنم با کشورهای دور و بر خودم، طرف اگه 3 ماه بره سر کار برگه حقوقی داشته باشه میتونه خونه بخره. یعنی این بانک ها هستن که با پشتوانه دولت به اون خونه میدن و وام میدن که خونه بخره و بعداً وامشو بده. ببینید به نظر من آن چیزی که برای ما تعیین میکنه ما اهل کجا هستیم آن خانه است، آن جایی که توی زندگی میکنیم. یعنی ما باید این حس را داشته باشیم که من اینجا این را دارم. حالا میتونه یه دونه اتاقکی باشه یا یه خونه کوچک باشه. اینه که یکی از وظایف رژیم آینده، سامانه آینده یا دولت آینده اینه که سعی بکنه همونطور که در زمان شاهنشاه آریامهر این انجام میشد، زمین هایی که گفتن ملی شد از اونا میدادن به کارگران، به کارمندان وام میدادن خونه بسازید برای خودتون. ما باید به اونجا برگردیم. باید کاری بکنیم که همه ایرانیان صاحب خانه باشن تا احساس بکنن اینجا شهرشونه، اینجا کشورشونه. چالش های دیگه امروز دوستان، کسانی که در ایران هستن، نگاه کنید چگونه آبی می نوشید، از کجا می نوشید. این آب ها ممکنه آلوده باشن، فعلا شاید ناخواسته، ولی یک روز ممکنه به طور عمدی میان اینها رو آلوده کنن. ما باید به همه شهروندانمون بیاموزیم چگونه آب را قبل از اینکه بنوشن امتحان کنن آیا آلودگی نداره. ساده است. برای آبهایی که هست، برای دست کم اون 100 روز اول کسانی داشته باشیم که دیدبانی بکنن از چشمه های آبی که داریم، منابع آبی که داریم، حالا از سد میاد یا از نهرهای میاد، از دریا، و این آبها آزمایش بشه. باید ما یک ابزار امتحان خیلی ساده در دسترس شهروندان بگذاریم که آبی را که از شیر یا از هر جا میگیرن بتونن سریع خیلی تون آزمایش کنن آیا این قابل خوراک است. برای نان همینطور. ما میدونم ما مشکل نان خواهیم داشت در
روزهای نخست، مشکل دارو از همین امروز داریم و خیلی مشکلات دیگه. یکی از مشکلاتی که ممکنه خیلی خیلی سخت باشه دادگستری و داوری است. ما باید کاری بکنیم که اون خشمی که مردم در طول این 46 سال در خودشون انباشتن یک دفعه بیرون نیاد. ما نمیخواهیم یک کشوری داشته باشیم که خودمون بیفتیم به جون خودمون. یقینا در این میان یک عده بیگناه و کم گناه هم از بین خواهند رفت. اینه که یکی از چیزهایی که الان در گروه های مختلف روش کار میشه همین سامانه دادگستریه برای آینده ایران. جناب برای دکتر امیری، پیش از اینکه به آینده، یعنی به روزهای پس از براندازی برسیم، جناب عالی فرمودید هم از لحاظ خوراک بعد ایمنی که ایجاد نمیکنه، چطور بدنها به خاطر خوردن غذای بعد، به خاطر خوردن آب بعد افسردگی پیدا میکنن، هزار یک گرفتاری هست. بعد در چالش ها اشاره فرمودید درباره آب آشامیدنی، آب تمیز وجود نداره برای اینکه ملت بخورن، نان گرون شده، وجود نداره، خوراک خوب ندارن، خانه و سرپناه ندارن. در یکی از مقالاتی که البته انتشار ندادید برای استفاده داخلی خودمون بود، درباره قشر خاکستری صحبت میکردیم، یعنی یک قشری از جامعه ایران که هنوز جرأت نمیکنن پشت جوانها وایستن و بیان بیرون. این قشر اکثریت در هر جامعه دنیا بخواید حساب بکنید، اکثریت جامعه رو تشکیل میده. نه آب هست، نه خوراک هست، نه هوای خوب هست، اعتیاد داره مردم رو میکشه. همینطوری که این بانوی جوان ایرانی فریاد میزد، هیچی نیست، هیچی ندارن توی اون مملکت. این قشر خاکستری منتظر چی هست که بیرون بیاد؟ چطور میشه اونها رو آگاه کرد، آموزش داد که پشت جوانهای مملکت بایستن و بتونه براندازی با قدرت کامل انجام بشه در اون مملکت؟ گمان میکنم من در اون آغاز سخنم یه اشاره کوچک کردم. ببینید همه ملت ایران اون آمادگی را ندارن که هر ریسک، هر هزینه رو پرداخت کنن. طبق آماری که خود جمهوری اسلامی پخش میکنه 92% ملت ایران ناراضیان، یعنی از جمهوری اسلامی عبور کردن و حتی از دین و مذهب عبور کردن. یعنی آنها هم خواهان این هستند که هرچه زودتر جمهوری اسلامی دمشو بذاره روی دوشش و بره. چرا بلند نمیشن؟ این خیلی دلیل‌های گوناگون داره. یکی که خیلی هم میگن حالا باشه تا فردا، بچه همسایه کشته شده، چه خوب شد بچه من نبود. ببینید اگر افکار ما این باشه نوبت بچه من هم به زودی میرسه. اینه که باید آگاهی بهشون داد. خیلی ها هنوز ترس از این دارن که اگه جمهوری اسلامی بره کی بیاد. جمهوری اسلامی تمام امکانات رادیو تلویزیون یا نمیدونم صدا و سیما رو داره، روزنامه ها رو داره، ملاهای نماز جمعه رو داره که به مردم بگه که من باید باشم، اگه من نباشم هیچی نیست. ما هیچ امکانی نداریم صدامون رو به ملت ایران برسونیم. اینها دارن به شما دروغ میگن، اینها دارن لاف میزنن. ما همه چی امکانات را داریم و اگر اینها برن برای یه عده بد میشه برای آخوند. ببینید ما یکی این که باید بتوانیم صدامون رو به گوش مردم برسونیم. برای آب، برای نان، برای دارو، برای نمیدونم انرژی، همه اینا پیش بینی شده و برنامه هست. من در یه جا گفتم که سرمایه یا اون پولی هم که لازمه برای این هست. باید به مردم این آمادگی رو بدیم که آماده باشید. روز پس از فروپاشی جمهوری اسلامی پیش بینی شده مواد غذایی به اندازه کافی وارد کشور بشه، دارو وارد کشور بشه، آبی که هست مدیریت بشه. شوربختانه برای اینکه برسونیم به اون آبی که مورد نیاز کشور هست
یک مقدار وقت لازمه، ولی برنامه هایی هست، پروژه هایی هست که آب کشور را در 1-2 سال آینده تأمین بکنیم. اینه که در اون 6 ماه تا 1 سال نخست باید با همین آبی که داریم بسازیم، فقط مدیریت بکنیم. نیاز نیست که ما آب کهرنگ را، زاینده رود را ببریم در جاهای برای اینکه میخوایم آهن تصفیه کنیم یا فولاد درست بکنیم. نیاز نیست ما آبمون رو بفرستیم برای بصره یا برای کویت. حتما دوستانمون میدونن که یک مقدار زیادی از آب ما صادر میشه به کشورهای جنوب خلیج فارس. این کار خیلی بده، میدونم، حتی گناه برای ملت خودمون، ولی پولش خوبه و پولش خوبه برای آقازاده ها، چون تو جیب ملت نمیره. شوربختانه ملایی که از 2000 شده حالا 2 میلیاردی 200 میلیاردی اونا خوب بلده. نه، یک مدیریت خوب از آبهایی که داریم برای سال اولمون تا برسیم به خودکفایی کافیه. ببینید الان یک بخش زیادی از آب مورد مصرف کشور ما از کوههای زاگرسه که میاد میرزه به اروندرود و شوربختانه بیراهه میره. ما اینا رو میتونیم باز مدیریت کنیم و بازیافت بکنیم و خیلی جاهای دیگه. مشکل آب خواهیم داشت با برنامه که جمهوری اسلامی در 46 سال گذشته اجرا کرده. هر کجا از هر کی پول داده بزن یه چاه بزن 400 متر 600 متر آب بیار بیرون. که آب بیاریم چیکار کنیم؟ نمیدونم واقعا. کشاورزی آقازادگان برای صادرات به خارج و پر کردن جیبهایشون که پایان نداره دیگه، تکلیفش معلوم. خب این شما گفتید دیگه. نه، مشکلات من اطمینان دارم زیاده. اینه که اون کسانی که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، واقعا اون ایران گرایان، میهن دوستان، قول زیادی به مردم نمیدن. ما به کسی برق مجانی، ما که یعنی اون دولت آینده، رژیم آینده، برق مجانی قول نمیده، آب مجانی قول نمیده. ما کشور را، یا اون کسانی که میان کشور را درست اداره میکنند و اطمینان داشته باشید کشور ما اگر درست اداره بشه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان خواهد شد. ببینید از نظر منابع زیرزمینی که ما داریم، نفت، گاز و خیلی چیزهای دیگه، ما در رتبه 6 دنیا واقع شدیم. از نظر جمعیت جهان ما 1/100 جمعیت جهان را داریم و اونطور که تخمین میزدن بین 7 تا 11% از دارایی جهان را داریم. یعنی هر ایرانی میتونه 7 برابر شهروند دیگر جهان ثروتمند باشه. فقط آن چیزی که در کشورمون ما امروز کم داریم، خواست اینه که ایران آباد بشه و توانش، و این جمهوری اسلامی شوربختانه نه این را میخواهد و نه دانش و توانش را داره. ببینید در هر کشور دیگه‌ای که بود، در کشوری که من زندگی میکنم امروز، فرانسه، دولتش نمیتونست درست اداره کنه، رفت کنار. ولی در کشور ما شوربختانه آخوند اینا یاد نگرفته. آخوند حاضر روزی 100 دفعه امام حسین و 72 تن را بکشه برای اینکه دوزار بگیره. اگر اینها خود به خود بذارن کشور رو بدن دست کاردان، آنهایی که میتوانن، دانشش، توانش و خواستش دارن کشور رو بسازن، کشور ما خیلی زود آباد میشه. و شوربختانه اونها این دانش و این فهم رو ندارن. حتما باید دمشون رو بگیریم و بندازیم بیرون. کاملا همینطوره جناب دکتر امیری. ولی اون چه واقعا بینندگان ما با توضیحاتی که
آقای دکتر امیری دادن باید این رو بدونن که تمام شرایط، یعنی در بدترین شرایط تاریخمون داریم زندگی میکنیم و با رفتن و گذار از جمهوری اسلامی میتونیم بهترین شرایط رو در دنیای فردا، دنیای پس از جمهوری اسلامی داشته باشیم. اونچه که الان لازم است اینجا هستش که واقعا ملت ایران، این قشر خاکستری که در خانه ها نشسته، یا از ترس یا از بی‌آگاهی یا از هر دلیل دیگه که در خانه ها هست، باید بیاد پشت جوانان مملکت قرار بگیره. امید اینی که کشور خارجی بیاد برای شما کار بکنه. آقای اسرائیل ممکنه بتونه بیاد بمباران بکنه و جلوی سرکوبگران رو بگیره، گروه های سرکوبگر رو بمباران بکنه، اما اگر شما در خیابون ها نیاید این بمباران به دردی نمیخوره. آقای آمریکا ممکنه بخواد حمایت بکنه از ملت ایران و بخواد مخالفت بکنه با جمهوری اسلامی، اما اگر شما توی خیابون نیاید و نشون ندید که این رژیم رو نمیخواید، حمایت اونها فایده ای نخواهد داشت. امروز تمام شرایط برای براندازی جمهوری اسلامی فراهم هست. هم برنامه هست، همونطور که آقای دکتر امیری گفتن، برای دونه دونه مشکلات و چالش های فردا برنامه ریزی شده و برنامه هست. فقط و فقط ملت ایران باید یک پارچه و متحد بیاین بیرون در خیابون ها و واقعا جمهوری اسلامی پشتشون رو به خاک بکشید. همین اولین تظاهراتی که انجام بدید برخلاف گذشته، تمام سران از ایران فرار خواهند کرد و مسلما اون مزدورانشون هم اسلحه رو زمین خواهند گذاشت. و این رو یک بار دیگر بدانیم که هیچ نیرویی یارای مقاومت در برابر نیروی یک ملت رو نخواهد داشت. جناب امیری، سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردید و آگاهی ها و آموزش های لازم رو برای ما دادید. اگه اجازه بدید من یک سخن پایانی هم داشته باشم. حتما. به زبون خیلی خیلی خودمونی. من بچه یه شهرستان کوچک هستم در ایران و در کشور ما یا در شهر ما برای همیشه یه ضرب المثل داریم یا یک سخن کوتاه. همه دوستان اطمینان داشته باشید، با وجود اینکه ایرانیان خیلی زیبا هستند، هیچ کسی عاشق چشم و ابروی ما نیست و به عشق چشم و ابروی ما پا در میون نمیذاره. اگر کشوری مثل اسرائیل میاد امروز پشت شما وای میسته، برای منافع خودشه. چون جمهوری اسلامی 47 سال شعار میده نابود باید گردد کشور اسرائیل، مردم اسرائیل باید به دریا ریخته بشن، کشور اسرائیل باید از روی نقشه محو بشه. اگر آقای ترامپ میاد و اونجا علیه جمهوری اسلامی هم برمیداره، اون هم برای منافع کشور خودشه. امروز تمام دنیای آزاد دیگه فهمیده با آخوند و ملا نمیشه پالوده خورد. حتی اونهایی که تا چند ماه پیش به محض اینکه جمهوری اسلامی لب پرتگاه بود، با کمک شما مردم ایران و این را در 1398 دیدیم، در 4 سال پیش 1401 دیدیم که خودشون هم پذیرفته بودن که داشتن به میرفتن. اگر در اون لب پرتگاه براشون پول نمیفرستادن که باز بتونن برن سرکوبگر یا مزدور بخرن، جمهوری اسلامی خیلی پیشتر رفته بود. کشور اسرائیل برای ماندگاری خودش، برای امنیت خودش نیاز داره که جمهوری اسلامی محو بشه قبل از اینکه اینها اونها رو محو بکنن. به همین خاطر تمام دست و پا گروه های نیابتی در اطراف کشور خودش پاک کرد. هنوز سر اون 8 پا در ایرانه و اطمینان داشته باشید سر 8 پا هم میزنه. فقط نه اسرائیل، نه آمریکا، نه هیچ کشور دیگه نمیتونه کشور ما را اداره بکنه. اونا میتونن بیان چند تا بمب بندازن، چند جا رو خراب کنن و برن که اونا رو بعد میسازیم، ولی اونا نمیتونن برای هر دهکده ما یک دهدار بیارن، برای هر بخش ما یک بخشدار، برای هر دبستان ما یک آموزگار، برای هر شهرمان یک فرماندار. این کار خود ماست و برای اینکه خودمان کشورمون رو اداره کنیم باید خودمان کشورمون رو پس بگیریم.
الان موقع اونه که واقعا همه بلند بشیم، به ویژه اون گروه فرهیخته کنشگر که دانش سازماندهی داره. این سازمان ها را از محله ها، از شهرها آغاز کنیم و تمام کشور رو میتونیم یک روزه در دست خودمون بگیریم. من به این امیدوارم و باور دارم ملت ایران این توان را دارد و این خواست را دارد. فقط یک نفر باید اون سنگ اول را براندازد تا دیگران هم دنبال کنند. سپاسگزارم جناب دکتر انصاری و سپاس از همه کسانی که به سخنان من گوش دادند. به امید آزادی ایران. به امید آزادی ایران واقعا. بینندگان عزیز، اگر درباره فرمایشات آقای دکتر ایرج امیری پرسش یا نظری دارید، با آدرس ایمیلی که به روی صفحه میبینید با ما تماس بگیرید و در اسرع وقت به شما پاسخ داده خواهد شد. پاینده ایران. سرزمین ما بستر دلاوران، خاک بهروان گهواره آزادگان. نوجوان ما ای نهال جاودان، نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنند. این چنین مرگ و فخرشانند چون تیر آتشین، ما میخواهیم آزادی. جهد ما بسا میدهد به ما ندید، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی. از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم، از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم. درهای آزادی را با چنگ و دندان گشایی، ما یاد جان باختگان ما را هم گرامی داریم.